منم حس میکنم این شیشه رو میکشی پایین بیشتر هم میشه. بذار یه ذره خیلی بد بوی دود میاد. هم بوی آره اگزوز خیلی میزن. بزن بغل ببینیم از کجاست. از تو موتوره، از تو کجاه داره میاد. اینجا اصلا بو نمیاد، هیچ بویی نمیاد اینجا. یا همه چی سالمه، واشر من خب ببین سالمه. اینا واشر ماشرات همه سالمه، اینجا اصلا بو نمیاد، مثلا بویی از توی موتور نمیاد. خب نمیاد. بیا بریم عقب ماشین چک کنی. اگزوزت کو؟ اگزوز اینا دیگه. خب اگزوزت رفته این بالا، همه این دوده بگی دستتون اینی همه داره میره پشت سپر. بیشترش آره نگاه اصلا توه این. الان این پشت داره بیشتر باد میده تا بیرون، همه دود میره پشت سپر، از اونجا باد میاد، این دودا هم میکشه میره پشت سپر، از پشت سپر میاد از توی اینجا دریچه داره دیگه، از اینجا آره از این تو صندوقه چه بویه؟ آره تو صندوق بوی دود زیاد میاد. اینا از این دریچه ها میاد میره، از این پشت تاقچه هم دریچه داره، همه اینا میاد میره داخل کابین. یعنی اینکه تو شیشه رو میدی پایین، مسیر دود از اینجا رو داری باز میکنی. ضربه این چیزی خورده؟ آره چند روز پیش نباید به جدول گیر کرد. حالا یا باید بدیم اگزوستساز اینو لوله بیاره تا اینجا درستش کنه خماشو، یا یه راه ساده و ارزان‌تر هم هست که میتونی یا نه این سر اگزوزا بگیری، یه سر اگزوز بزنی مسیر اگزوزت بیاد. خب سر اگزوز بگیریم، خیلی بوی گندی. بریم یه سر اگزوز بگیریم. پس تو سر اگزوز داشت گرفتی؟ آره عالی. سر اگزوز چی گرفتی؟ سر اگزوز خاور. سر اگزوز خاوره 611 اوریجینال. چند گرفتی؟ اینو فکر کنم یه ذره چیز کرد تو پاچمون، اینو داد 440، یه ذره داد 440. حالا بریم بندازیم ببینیم درست میشه یا نه. من فکر نکنم از سر اگزوز نمیدونم. حالا بریم تست میگیریم. آقا ما سر اگزوز خریدیم، الان میبندیم. ویدیو داره طولانی میشه دیگه، این ویدیو نباید انقدر طولانی بشه که تست میکنیم خبرشو میدیم. مطمئنم از این ویدیو خوشتون میاد. خب داشتید. خب ببین ما یه کوچولو اینجا رو باید یه برش بزنیم چون اینجوری خیلی زشت میشه. بعد هر جا میری گیر میکنه. خب یه برش پس بخوره اون وسط علامت زن. وسط مرکز اگزوز. نه دقیقا یه همچین برشی ها باید بزنیم. اصلا اگزوز معلوم نیست نگاه. اینجا که میبینی بیشترش بالای سپره. آره حالا این لباش یه ذره قشنگ پرداخت میکنی گرد بشه و اول یه تست کنی. خیلی زیاد نباریدی؟ نمیدونم شاید خیلی فکر کنم زیاد باری، شاید کم هم باشه. خب حالا این لبه هاش هم میکنم گرد کنی. خب این لبهاش قشنگ گرد شد. بنداز. همینجا هم باشه. عالیه. عالیه. خیلی نزنه بیرون. بیرون سپر. دمت گرم سعید. حالا بریم یه تست کنیم ببینیم باز دود میاد تو یا نه. بریم یه تست بگیریم. دمت گرم. داش وحید چطور شد؟ عالی. اصلا خدایی دیگه بوی دود نمیاد. دیگه هر چقدر دم بکشی پایین بوی دود نمیاد. چرا بکشم پایین؟ سر اگزوز دیگه چیزو شیشه رو. شیشه رو ها.
شهر بکش پایین بود نمیاد. خدا وکیلی دیگه میتونی قشنگ تنفس کنی. عادی بود. دوستان این مشکل خیلی هست، شاید خیلی از این مشکل داشته باشید. اگه این کارو کردید مشکلتون برطرف شد، حمایت یادتون نره، لایک کامنت کنید و واسه کسایی که تو ماشینشون نشستید و خفه شدید این ویدیو رو بفرستین که مشکل اونها برطرف شد. بچه‌ها ما پروژه گالانتمون هنوز پاورجاست. از این ماشین وحید دارم فیلم میگیرم، حالا دلیل برای این نیست که اون پروژه کنسل شده، اون هنوز قوی پاورجاست. حالا یه ماشین اینم یه ویدیو بگیریم. عجیب بود اینو له کنم.